دسته منتخب عربستان سعودی در ورزشگاه جمهوری مرکزی شهر دوشنبه قبل از دیدار با تیم ملی تاجیکستان آخرین تمرین‌های خود را انجام داد. سرمربی یکچین این کشور متخصص معروف ایتالیایی روبرتو مانچینی با یاور خود سابق فوتبالباز معروف باشگاه‌های بارسلونا و منچستر سیتی یایا توره در تمرین‌های پیش از واخوری تمام هیئت بازیگران را جلب نمودند. تمرین‌ها یک ساعت ادامه نمود. باید بگوییم که در هیئت یکچین عربستان سعودی فوتبالبازان صاحب نام و دارای مهارت بلند زیاد بوده در صف باشگاه‌های معروف برآمد می‌کنند. در تمرین‌ها روبرتو مانچینی آخرین دستور و توصیه‌های خود را رسانید و اکنون امروز شاگردان این متخصص بر مقابل تیم ملی تاجیکستان با میدان می‌برآیند. باید بگوییم که در دور گذشته رقابت‌های انتخابی عربستان سعودی در میدان خود با یک گل بی‌جواب منتخب تاجیکستان را شکست داده بود. پس از مهمانان میزبانان نیز به ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه حاضر شده آخرین آمادگی خود را به بازی در پیش ایستاده انجام دادند. دسته منتخب تاجیکستان قبل از بازی مرحله انتخابی جام جهان 2026 با تیم عربستان سعودی تمرین‌های آخرین را برگزار نمود. تمرین‌های پیش از بازی دسته ما در ورزشگاه مرکزی دوشنبه یک ساعت دوام کرد. در مشق‌ها همه 25 بازیگری که در هیئت تیم ملی تاجیکستان شاملند شرکت ورزیدند. امیدواریم که امروز منتخب تاجیکستان بر تیم ملی عربستان سعودی پیروز شده طبع مخلصان خود را شاد می‌گرداند. همزمان مخلصان را نیز دعوت می‌نماییم برای دستگیری منتخب تاجیکستان به ورزشگاه بیایند، زیرا در چنین واخوری‌های مهم بازیگر دوازدهم چون آب و هوا لازم است.